سرخط خبرها: اینستاگرام در ترکیه فیلتر شد. اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. فرانسه از شهروندانش خواست هرچه سریعتر ایران را ترک کنند. هشدار لهستان به شهروندانش در خصوص سفر به ایران، اسرائیل و لبنان. معاون سخنگوی پنتاگون: امکانات نظامی بیشتری برای دفاع از اسرائیل در خاورمیانه مستقر می شود. به نام خدا. سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال خبرخان. در این ویدیو میپردازیم به خبرهای مهم ایران و جهان. لطفاً با ما همراه باشید. اینستاگرام در ترکیه فیلتر شد. بسیار از کاربران ساکن ترکیه در ایکس اعلام کردند که نمیتوانند به اینستاگرام خود دسترسی داشته باشند. به دنبال اتهامات سانسوری علیه این شرکت آمریکایی از سوی یک مقام عالی رتبه، مقامات ملی ارتباط کشور بدون توضیح اعلام کردند که ترکیه روز جمعه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام را مسدود کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش برای مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی به خاک خود آماده است. این اظهارات در حالی بیان شد که روز گذشته حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه به قتل فؤاد شکر فرمانده ارشد نظامی خود پاسخ خواهد داد. بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد اسرائیل در سطح بالایی از آمادگی برای مقابله با هر سناریویی قرار دارد. وزارت خارجه فرانسه از شهروندانش خواسته به دلیل افزایش خطر تنش نظامی در منطقه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران هرچه سریعتر ایران را ترک کنند. وزارت خارجه لهستان به شهروندانش هشدار داد به لبنان، اسرائیل و ایران سفر نکنند. این هشدار در پی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران و به گزارش رویترز از بیم گسترش نزاع در خاورمیانه صادر شده است. سابرینا سینک، معاون سخنگوی پنتاگون، اعلام کرد که آمریکا برای محافظت از نیروهای خود در منطقه و دفاع از اسرائیل امکانات نظامی بیشتری را در خاورمیانه مستقر خواهد کرد. به گفته معاون سخنگوی پنتاگون، این جابجایی‌ها و اضافه شدن تجهیزات جدید در راستای کاستن از تشدید تنش‌های احتمالی از سوی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش خواهد بود.